شخص برادر عزت امون بردن همه را بردن یا خفن در همینجا اینترنتشون را بازی میکنن یا کیمور بازی یا دیگر جا لایک پایک میجیکن میدونم گپ نمیزنن یا نوار نمیکنن میگن ما میترسیم ما خونه ما میترسیم ما زن نداریم ما فرزند نداریم ما جان ما دما عزیز نیست بله راست که نمیتونه خیر بدره دستگیری کنه صف زیاد کنه در همینجا بدره هر روز 10 تا بدره نه مردم ما تاجدار چید میگوی اول تاجدار نبودن نه اول تاجدار دیگه خیلی میفهمید تاجدار مرغی بکلا گرفته گیا مرغی را بکلا گرفته گیا یک دقیقه برادر همی یاسین من راستی دو سه بار چی کردم بود محمد یاسین سلام چی میگن سلام علیکم برادر استانایوف و علیکم سلام خب راستی که اینی حال به شما وارد شدیم دو بار اول میشم شما مرا از جا بیرون نکنید یک صحبت کوتاه داشتم خب اجازه هست بله همین برای همین استقلالیت جشن استقلالیت همین این با فکر من جشن استقلالیت برای مثل 4 آدم همین با حکومت یک پیشنهاد دارم که همین استقلالیت بیا نگذرونن پیشنهاد من همین پولی که در استقلالیت صرف میکنه مصرف میشود ای بودجه دولت همین پول در همین بیمولیک سکوری پاموشه خطیب در تاجیکستان به پول کنه سکوری پاموشه تمام در همین استقلالیت ما مردم ریزوی همین خطیب سکوری پاموشه به پول کنه همین استقلالیت بیاری گذشتگی همین پیشنهاد ما با حکومت جمهوری تاجیکستان برادر سکوری پاموشه به پول کنه اگر او به چه سکوری پاموشه کجا بیزیم بریزه بیا با پیشتره با پیش مالا او به چه برادر همین استقلالیت میلیون پولار از خود میخواهی این قدر آدم ها پیلوس مرده است کرونا ویروس های همه را بگیرن وقت در کار نیست مادر همه میدونیم ما میدونم همه میدونم آدم بسیار مرده است استقلالیت پولی کلان جدا میکنن اون پول جدا میکنن در کسانش میزنن اول نه یک زنی موجود گفت زد که زن و دخترای پریزیدنت رفتن حج رفتن برای چی رفتن او برای نمایش رفتن یا برای دروغ خودشون گرم کردن که برای خطر در اونجا در تاجیکستان بیا مسجد بسازم در صورت نیاز که کلانترین مسجد بسازم ایسا ایسا شکردن همه شد دزیدن تمام دیگه کشیدن سطر همه شد پاستن و حج دروغه کجایی آید اکسکورسیا رفتن آمدن تمام زمینه مکه را پیشه همون خونه خدا همه کفیل پتیلش رو باید کنن که جای من حرام رو گذاشتن بله برای همین پیشنهادی من همه که همین استقلامی اینی ها کرونا ویروس تمام همین جهان فرا گرفتگی مردم ایست گنده مرده استیان راستی گفت همین اصلا خیلی استقلالیت نگذارن جای همین یک نشانه یک کار کنید یک کار خیلی کنید که اصلا در همین تاریخ بمونه که بگو همین کار همین حساب دولت خیلی حساب فعال آدم پرزیدنت و رئیس شهر و دستگاه فرق نداره اینام همین آدم در همین روز استقلالیت همین چیز مثال رایگان کردن یا که همین مالی سکوری پوموشا مالی در کار نیست اگر که نخواهید نکنید اصلا همین پنسیانرها را در بالینسا به پول قبول کنید پنسیانرها را که سینشون های زنکا های 53 ملکا های 63 همه خیلی های 61 همه خیلی همین را خطیب رایگان کنن همین پولی که نمیدونم با فکرم 15-20 میلیون با کمیش از خود میشد تا اول روز اجرت سرش دیگر از خودش همین را این قدر تیاری ها همین را شما اقلا 5 ساله 10 ساله همین پنسیانر را بپل کنه مایل خیلی جوان مردم هم بمرن مایل اکی یا شمکت دیرتر از آن کشیده میمرن لیکن همین پیران ساله اقلا همین پیشنهاد برادر بخشش تشی گفت تبریدم در نام جانم حرکت کنه برادر این هم فکرمو هم راه نیستیم برادر حرکت کنید نوارای دیگر در اومدن در همین اشکاره بدروی که یک صف ما جدا شود زیاد شود برادر هر یک همین نوار در 5 کس 10 کس بدروی همین راهگو میزنن دیگه نمیدونن ای کجا بدون کی را بقپن برادر ما اشکار من اگر از کشور بیرون میبودم ما اشکار صحبت میکنم اینها ما در کشور قرار دارم ما در همین در یک جامعه هستم که در تریتوری ما زمین مردم گذشته است من داخل صحبت دارم
فهمو یا علاجش یا شرایط باشه که بدر یگون جو گیرون کنه کمی تا در یک خونه در یک جایی که نمیفهمن با اینجا گپ زدن طرف تسلیم نمیکنن در کجای چی اگه همه خلایی نه که انشالله ما پاستراکس میکنیم نه که همین ما پیشنهاد دارم که ما همین روزا در کوچه های شهر میگردیم باور کن یک وابشه چه بگم یک بیمانگی دا یک فسادی یک روسیوی دا بخدا کو یک ترسو آدم هر روز میمره ترسو آدم اینمی ایتاس هر روز میرینه میمره اینمی خشوگت میکنه میگرده نه که نوترسو یک بار میمره یک بار اومدیم بیو یک بار بریم انشالله ما هم فکریم برادر یک دیگر گفتنیم که همین مردم ما همین مردم تاجیکستان عموما در مردم تاجیکستان یک مایده چیه که همین نگاه که ما رو اوجه همین باید همین آدمیزاد سرازه با ما رو خوبه که از او کشنه همین مال همین با کلاش میگیرم پوست میکننشه ما رو نگاه که اوجه گشنگی فرا گرفت قشاقی آمد نگاه که ظلم هست دیگه با چی کن همین ازاد و گشنه و تشنه کشته زمانه بخدا همین اود همین یک تیر بزنن سرازه بمری وای دیگه نه تو ظلم کنن یا ظلم میکردگیم با ظلم تو ما باید جون بتیم فهمیدیسی برادر ای گشنگی مهاجری در ظلم ترمان همین وقت مردان باشه مردان در هر یک بندی مومن و مسلمان فرض است همین مردان باشه ما مردان دا تیار بیا همه کسان بیا سرازه بمره مخی قد پوس همون یا یک کویله زنده همین بیا گپ نه حرکت هم کردن در کار گپ هم در کار ایپسی گپ زدن حرکت هم کردن در کار برادر تو که گپ زده میشنیم یا این رنگی ترکم این نامردا پشتوی درخت پشتوی دیوال یتا برده باجو کده برادره برده زندانی کده است همین اگر مقصد همین حکومت همین روزه در ما اگم نه مثال از یک ماشین ما مثال نه اگم چه بحث کردن یعنی اومده است میگه که بحث میکنی یا بحث میکنی برادر اینه بحث کنی اومده است میگم بحث میکنی یا که بحث میکنی سلام صوبه خطکی چخ که برادر خطکی السلام علیکم و علیکم سلام و علیکم سلام ایداتون مبارک شوه اول خدا مبارک رحمت شما برادر من همه یک برادر درباره همه سکور پومش گرد گرفتن سکور پومش میده بله گوش کرده سلام جوابته اون سکور پومش حیوش تمام شود تو همین روزا نشید همین در سنگی سوال همین شاید همین حکم پیشنهاد کردم من نگفتم که میشم پیشنهاد من گرد شهروند تاجیکستان خوب زدی بعد در گونه پیسنلو گفت زدی پیسنلو و برده در دستور پاک میدید اگر همون باید تو دستور در دستور پاک میدید اصلا برادر مرا آدم بخشش کمان زن بده خوان اجاباتون سفر برو خلافت سلامات باشه روی سلام خدا روی سفید داره خب برادر عزیز یعنی صحبت کردن بله برادر الان این تبوز یک دقیقه برادر یاسی شما مردم سرگونه ما اگر اگر طرفدار دعوت طرفدار وطن اگر دوستداری حکومت باشه من میخوام بس کنم که البته من بحثای زیاد دارم من گفتنهای زیاد دارم نه که همین پیشنهاد من به همین رئیس جمهور به همین حکومت همین را کم دستگیری کنید شما وقت موقع همیشه میکنید حکومت بیان که مقصده دیلو مالمون همین ایسا زمان بوده گره ایسا زمان آوازه دیلو مالمون دیگه اخوان کل خیلی کنه بر همین حکم ملت شاید شما رو رحمت بگوید یعنی دیارش اکنون رحمت نمیگوید که شاید بگوید واسه نواز خدا